به نام خدا. سلام، احمدی هستم از مجموعه آموزشی آموزگاه. توی این ویدیو میخوایم راجع به خلاصه نویسی و اهمیت اون با هم دیگه صحبت بکنیم. پس تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. مطلبی که امروز میخوام بهتون بگم در رابطه با خلاصه نویسیه. اول باید از خودمون بپرسیم که اصلا چرا باید خلاصه نویسی بکنیم؟ خلاصه نویسی واقعا لازمه؟ به درد ما میخوره؟ چه کمکی میتونه به ما بکنه؟ و اگر خلاصه نویسی بتونه به من کمکی بکنه، خلاصه نویسی صحیح و اصولی چطوریه؟ توی این ویدیو تا حدی به این سوالا میخوایم پاسخ بدیم. پس با ما همراه باشید. خیلی از شماها شاید این مطلب رو تجربه کرده باشید که وقتی توی یه دونه آزمون تستی شرکت میکنید و توی سرعت عمل بالا میخواید یه مطلبی رو یادآوری بکنید، این یادآوری اتفاق نمیفته و شما نتیجه خوبی توی اون آزمون نمیگیرید. اما وقتی میرید خونه و همون آزمون رو توی خونه بدون زمان از خودتون امتحان میگیرید، نتیجهتون خیلی بهتر میشه. خب دلیل این موضوع چیه؟ چرا این اتفاق داره میفته؟ مطلبی که وجود داره اینه که من توی سرعت عمل بالا نمیتونم اون مطالبی که نیاز دارم رو یادآوری بکنم، ولی وقتی به من فرصت کافی داده میشه تا اون مطالب رو بهشون فکر بکنم، خیلی خوب میتونم اونها رو به یاد بیارم و ازشون استفاده بکنم. معنی این کار چیه و من چطور میتونم روی اون؟ نکته مهم این وسط چیه؟ اگر من بتونم توی سرعت عمل بالا اون نکاتی که نیاز دارم رو به یاد بیارم، چه اتفاقی میفته؟ احتمالاً میتونم همون نتیجه‌ای که توی آزمون‌هایی که توی خونه دارم میدم رو توی آزمون‌های تستی هم بگیرم. اگر این اتفاق بیفته، خب خیلی به من کمک میکنه. هم نتیجه بهتری میگیرم و هم اعتماد به نفس بالاتری پیدا میکنم. دوستای عزیز، این که شما سر یه آزمون تستی نمیتونید یه مطلبی رو خیلی سریع یادآوری بکنید، چند تا دلیل داره. یکی از دلایل اصلیش عدم دسته‌بندی صحیح اطلاعاته. یه کمدی رو فرض بکنید که تمام وسایلی که دارید توشه، لباستون، کتاباتون، وسایل الکترونیکیتون. وقتی شما در اون کمد رو باز میکنید و دنبال چیزی میگردید، تمام اون وسایل یهو میاد جلو چشمتون. نمیدونید واقعا الان باید کجا دنبال کدوم وسیله بگردید. دلیلش اینه که اگر اون کمدی که شما دارید قفسه بندی شده بود، وسایلتون توش دسته بندی شده بود، خیلی سریعتر میتونستید اون چیزی که نیاز دارید رو پیدا بکنید. اون چیزی که الان بهش نیاز دارید رو احتمالاً دفعه بعد توی این کمد میتونید پیدا بکنید و اون چیزی که دفعه قبل داشتید دنبالش میگشتید رو الان بهش برمیخورید. پس ما باید یاد بگیریم که اون اطلاعاتی که توی ذهنمون قرار میگیره رو دسته‌بندی بکنیم. دوستای عزیزم، توی یادگیری هر چیزی که شما دارید میخونید بدون هیچ گونه دسته‌بندی داره وارد ذهنتون میشه. دارید ریاضی، فیزیک، شیمی، ادبیات، عربی میخونید. یه سریاش لغت داره، یه سریاش فرمول داره، یه سریاش قواعد داره. همه اینها رو بدون هیچ دسته‌بندی دارید وارد ذهنتون میکنید. خب خیلی طبیعیه که من موقع یادآوری اینها به مشکل برمیخورم، چون اینها توی قفسه خودش قرار نگرفته هر کدوم از این مطالب. اگر که شما ذهنتون رو مثل همون کمد فرض بکنید، با این تفاوت که این دفعه قفسه داره. اگر دنبال عربی میگردم باید توی قفسه دوم برم. حالا اگر دنبال قواعد عربی هم، همون قفسه دوم دست چپ توش قواعد هستش. اگر دنبال لغت‌های ادبیات هستم، قفسه بالایی رو باید دنبالش بگردم. اگر اینطوری باشه خیلی خوب میشه. من سریع میتونم اون مطالبی رو که نیاز دارم یادآوری بشه و دیگه سرعت عمل من توی یادآوری مطالب کاسته نمیشه. نکته بعدی که باعث میشه توی یه آزمون تستی نتونیم نتیجه بگیریم اینه که ما مطلب رو توی سرعت بالا نمیتونیم یادآوری بکنیم. خب اون یادآوری نکردنه به چه علت اتفاق میفته؟ به علت اینکه من توی فواصل زمانی مناسب مرور رو انجام ندادم. خب چرا مرور رو انجام ندادیم؟ این سوال پیش میاد. چون بهش نیازی نبوده. شما توی سالهای پایه
دهم، 11 میرفتید مطالب رو شب قبل از امتحان میخوندید، یک بار دیگه مرور میکردید و توی امتحان همونها رو جواب میدید. اما توی سال کنکور عملا این امکان وجود نداره، پس شما باید فواصل زمانی مناسبی رو برای خودتون در نظر بگیرید و اون مطالب رو مجددا مرور بکنید. آخرین نکته‌ای که باعث میشه من توی یه دونه آزمون تستی نتونم اون نتیجه دلخواهم رو بگیرم عدم تسلطه. تسلط رو من برای دانش آموزان همیشه با یک مثال بهشون بیان میکنم. میگم شما یه دانش آموز کلاس دوم ابتدایی رو در نظر بگیر، 3 ضرب در 15 رو بلده، درسش رو یاد گرفته، میدونه چطور محاسبه میشه، ولی وقتی ازش میپرسیم فکر میکنه، طول میکشه تا بهمون جواب بده. اما همین سوال رو اگر از خود شما بپرسن بلافاصله جواب میدید 45. خب مطلب که همونه، چه تفاوتی وجود داشت بین اون دانش آموز که داشت فکر میکرد تا جواب بده و شمایی که بلافاصله جواب رو گفتید؟ بحث تسلط دقیقاً همینه. شما اینقدر این مطلب براتون تکرار شده که الان روش مسلط شدید، دیگه نیاز به فکر کردن ندارید. اما اون دانش آموز هنوز روی این مطلب مسلط نشد. پس نکته‌ای که توی یه آزمون تستی خیلی برای من اهمیت داره بحث تسلط روی اون درس‌هایی هست که میخوام اونها رو امتحان بدم. دوستای عزیزم، توی این ویدیو راجع به این با هم صحبت کردیم که چرا خلاصه نویسی لازمه و چه کمک هایی به ما میکنه. دلایل اینکه توی یه دونه آزمون تستی نمیتونم نتیجه بگیرم رو براتون بیان کردم. توی قسمت های بعدی راجع به اینکه چطور بتونیم یه خلاصه نویسی خیلی خوب برای خودمون آماده بکنیم میخوام باهاتون صحبت بکنم. پس حتما قسمت های بعدی ما رو دنبال بکنید. اما میتونید از طریق راههای ارتباطی که این زیر داره براتون زیرنویس میشه هم با ما در ارتباط باشید و هم قسمت های قبلی رو از پیج آپارات یا از پیج اینستاگراممون دنبال بکنید. ممنون که با ما همراه بودید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.